این یارو امیرعزت دیشب رو ریاکت میرفت چرت و پرت میگفت. نداره خب ریاکت داشته میکرده دیگه. به من گفتن که امیرعزت رو ویدیو ریاکت رفته. بچهای مادم خیلی پیام دادن توی دیسکورد کوروش امیرعزت رو ویدیو ریاکت رفته، خیلی بهت فوش داده و فلان. فوش که نه، گفتن توهین کرده به تو و ویورات. گفتم خب اشکال نداره دیگه، حالا اون امیرعزت مثلا مدل کانتنتش اینجوریه دیگه، حالا قاعدتا حالا اصلا ندیدم چون ندیدم و هیچ ایده ندارم حالا فوشاش چی بوده. گفته کسخل، گفته گاو، گفته بیشور، گفته گوخوری، گفته واقعا هیچ ایده ندارم چه فوشایی داده. من تو ویدیویی که دیدم خب قاعدتا من هیچ وقت بچه‌ها منو میشناسن کلا فوش نمیدم. فوش تو گیم نه، تو گیم فوش میدم به آدما تا اونجایی که میتونم، نمیگم تا حالا ندادم. تو این موضوع هم که راجع به امیرعزت و علی بیگ اسموک صحبت کردم، من متوجه شدم ویدیوهای کامنت های ویدیو یوتیوبمو دیدم. یه چیزی که برام خیلی جالبه و جالب بود این بود که خب امیرعزت بالاخره کانتنتاشو محتواشو توی مثلا توییچ فارسی و اینا میبینم دیگه تیکی تیکه، چون من میشنم ویدیوها رو بعضی موقع میبینم. امیرعزت خب استایل کانتنتش صحبت کردن بر پایه والده، یعنی از روی والدش صحبت میکنه، مثلا با بالغش خیلی کم صحبت میکنه، بیشتر والده، بیشتر میاد مثلا میگه این زر میزنه اون داره فلان میکنه. همیشه سیاه و سفید قضاوتاش، هیچ وقت قضاوت خاکستری نداره، یعنی نمیاد در نظر بگیره که خب طرف مقابل چرا این کارو کرده که اینو گفته، یا طرف مقابل چرا این کارو کرده که اینو گفته. معمولا مثلا میاد نظر میده، حالا اون به خاطر استایل کانتنتش جذاب‌تر هم هست، باید اعتراف کنیم این استایل جذاب‌تره. کلا مخاطب اینو من بارها تو استریم صحبت کردم، حاشیه رو خیلی دوست داره. بری مثلا فوش بدی ریدم دهنش و اینا، بعد اونا میگن آفرین خیلی خوب رید بهش. خب من اینجوری نیستم، استایل من با صدها بار گفتم که آقا تو این ویدیو من کامنتمو دادم، دیدم خیلی‌ها گفتن آره تو اینجا داری طرفداری اونو میکنی، چطور اینجا از علی بیگ اسموک داری میگی اشتباه کرده، اونجا میگی راست میگه، پس چرا خایمالیش دوباره کردی؟ و من فهمیدم که چقدر برداشتای سیاه و سفیده. یعنی چی؟ یعنی مخاطب انتظار داره مثلا کامنت من مثل کامنت امیرعزت باشه رو ویدیوها، یعنی بیام بگم که این داره زر میزنه این داره اشتباه میگه، در حالی که اصلا من تو ویدیویی که امیرعزت اینا دنبال مقصر نبودم. خیلی دیدم پیام اومده تو ویدیو، بعد یکی دو تاشم جواب دادم که داداش تو اصلا خبر نداری، مثلا اول تقصیر فلانی بوده، اول علی بیگ اسموک شروع کرده. و من اینجوری بودم که خب اصلا کاری ندارم اول کی شروع کرده، من از اول بیس صحبتم این بود که این دو نفر اصلا از بالغشون با هم صحبت نمیکنن، هر دو والد دارن صحبت میکنن و تا زمانی که هر دو از روی والدشون صحبت میکنن این دعواشون صرفا دعوای زرگری و بی‌پایانه، یعنی اینا هیچ وقت به توافق نمیرسن. مثلا میگن آشتیم، اون میگه هر دو میخوان تو بحث برنده باشن. ما تو بحث کردن ببین، من اگه بخوام برم با یکی حرف بزنم یا میخوام برم برنده باشم یا میخوام برم به یک نتیجه برسم. تو بحثی که اون روز من میکردم من دنبال نتیجه گیری بودم، دنبال این نبودم کی برنده است کی بازنده، چون منم میتونستم برم تو والدم و همینجوری این بحث رو ادامه کنم، من خودم هم وارد دراما کنم. مثلا میگن امیررضا جوابتو داری نمیخواد جوابشو بدی، میگم اولا خب مثلا نمیدونم چی گفته، دوما من اگه بخوام برم ویدیو امیررضا رو ببینم و بیام جوابشو بدم، خب این میشه همون چیزی که من داشتم بهش ایراد میگرفتم که اینا خب چرا نمیشنن با هم رو در رو حرف بزنن و مشکلشون رو حل کنن. انگار مثلا من بیام میگم خب مثلا الان من ویدیو رو ببینم امیررضا حالا اومده چند تا حرف زده و فوش داده، بگم بابا این تو آخه خفه شو، تو اصلا میدونی اونم بیاد بگه. من اگر این واقعا موضوع دوست داره آقا مثلا امیررضا بیاد بگه، پیام میده آقای کوروش تو اومدی فلان جا این حرفو زدی من ناراحت شدم، یا این حرف تو باعث شده که دیگران قضاوت بد کنن، من ناراحتم چرا این حرفو زدی. من میام میگم قربونت برم بیا بشین با هم حرف بزنیم، من حاضرم، اصلا میام جلوی بچه ملت حرف میزنیم، استریم من بذاره اصلا من کاری ندارم، بیام بشین با هم گفتگو کنیم. گفتگو که ایراد نداره، پشت سر هم حرف زدن هنر نیست. من بیام بگم آقا تو اینو گفتی اون بیاد بگه نمی، فقط من دارم بازی رو کش میدم، برای همین هیچ نه در واقع علاقه ای دارم که ببینم چی گفته، نه علاقه ای دارم که این موضوع رو ادامه بدم مگر اینکه خودش بخواد، یعنی بگه آقا نه این موضوع برای من مهمه تو باید بیا با من حرف بزنیم. من میگم باشه بیا با هم گفتگو میکنیم که اون موقع مشکل حل بشه. من از امیررضا دلخورم، بله، چرا؟ دلیلشو بارها گفتم خودش هم میدونه، ولی آیا توی اون ویدیو من به خاطر دلخوریم داشتم با امیررضا اونجا حرف میزنم؟ نه 1% من حتی به امیررضا دیگه توهینم نکردم، بهش گفتم اینجا رو داره اشتباه میگه، حتی شاید واژه چرت هم گفتم، حالا نگفتم ولی احتمالاً مثلا میگم اگه گفته باشم تو این مایه ها، ولی هیچ وقت منظورم توهین به شخصیت امیررضا نبود. امیررضا قطعاً پسر خوبیه. مثلا تو کامنت ها میگفتم
این اسکلو هم خایمالی میکنه هم فلان. مثلا من براشون غیر قابل باوره برای مخاطباش و مخاطبای خیلی اصلا این کار برای بعضی اینجوری انگار عادت کردن همه سیاه و سفید باشن. مثلا من میگم امیرعزت پسر خوبیه ولی اینجا داره چرت میگه، همه میگن این کوروش یه بار میگه پسر خوبیه یه بار میگه چرت میگه. یعنی اصلا براشون خیلی عجیبه، حتما باید بگه یارو مثلا فلان و بیسار و گاوه. یعنی آدما نمیتونن. آقا همه آدما امروز توییت هم زدم اتفاقا، همه آدما خوبن من که خلافش ثابت بشه. شما هر دعوایی بین دو نفر شکل میگیره، هر مشکلی بین دو نفر اتفاق میفته، قطعا هر دو مقصرن و قطعا هر دو بیگناهن. برای اینکه باید بری حرف طرفو بزنی. اگه یکی میاد مثلا همین امیرعزت و علی بیگزموگو مثال میزنن، این دوتا اگه واقعا با هم مشکل دارن، این دوتا قطعا از هم یک ناراحتیایی از گذشته دارن، ما نمیدونیم چیه، ولی قطعا حسادت میتونه باشه. میتونه امیرعزت یه موقع جمله‌ای گفته باشه علی بیگزموگ ایگنور کرده باشه، میتونه برعکسش باشه، میتونه اصلا کلا از استایل هم خوششون نمیاد ولی صرفا چون هر دوشون کانتنت کریتورن یه جاهایی رو با هم تعارف کردن، با هم اومدن جلو در حالی که اصلا خوششون نمیومد اصلا، و این موضوعات رفته رفته تمبر جمع کردن تبدیل شده به این موضوع، یعنی زد بیرون. این دیگه گفت آقا ریدم دهن اون گفت خفه شو تو، اون میگه تقصیر توئه. من تو اون ویدیو اصلا دنبال مقصر نبودم که شما فکر کنید حالا من اومدم بگم علی بیگزموگ مقصره. مثلا من داشتم میگفتم علی بیگزموگ نزده تو گوش یارو، داره چرت میگه، میگن آره کوروش میخواد علی بیگزموگو چیز کنه بشوره، مثلا بگه که یعنی این کار نکرده. آقا من دارم میگم علی بیگزموگ داره بلوف میزنه. حالا اینکه اون کار اشتباه رو واقعا کرده یا نکرده من میگم نکرده. اگه شما اینو به منظور دفاع برداشت میکنید خب اوکی، من چی بگم؟ خب من دارم یه کاریو که خودش ادعا میکنه کرده رو میگم نکرده. ولی یه عده میگن نه تو داری دفاع میکنی. من اصلا دیروز بحث من اعتقاد دارم تو قضاوت باید خاکستری باشی نه سیاه و سفید. من نمیتونستم دیروز بیام بگم علی بیگزموگ فلانه، علی بیگزموگ بیساره، تقصیر علی بیگزموگ یا امیرعزت فلانه. هر جا هر کدومشون درست گفتن تایید کردم. گفتم آقا این حرف قشنگه، این حرفی که داره علی امیرعزت میزنه درسته، این حرفی که داره علی بیگزموگ میزنه درسته. هر جا هم که احساس کردم دارن شعار میدن، شما گفتم اینجا هم دارن شعار میدن. درست همینه دیگه. هر جا من یاد گرفتم با بالغم حرف بزنم و با بالغم قضاوت کنم. خیلی فرق داره به خدا این دو تا بچا. برای همینه میگم آقا هر کسی مشکلی داره بیاد با من بشین رو در رو حرف بزنیم. من واقعا استقبال میکنم. امیرعزت اگه فکر میکنه داره آقا من رو در رو با حرف میزنم، مشکل با من داری باید رو در رو حل کنیم، نه یا این پشت سر هم حرف بزنیم یا توهین کنیم. حالا تو هی بگو نیچوکو فلان، ویوراش کسخلن. یه چند تاشو تو یکی از مادام اومده بود نوشته بود کوروش خواهش میکنم امیرعزت پشت سرت حرف زده ولی قبل از اینکه جوابشو بدی بذار من حتما یه نکات مهمی رو بهت بگم. تو اون قضیه علی بیگزموگ و امیرعزت داستان در واقع تقصیر نمیدونم ماد بیگزموگ بوده، اول اون شروع کرده، تو از یه سری موضوعات اطلاع نداری، تو رو خدا بیا اینا رو بهت بگم بعد برو جوابشو بده. امیرعزت سیاه و سفید اصرار، یعنی توقع داشته نیچوکو هم سیاه و سفید قضاوت کنه. براش خیلی عجیب بوده که من یه جا گفتم اشتباه میکنه یه جا گفتم یعنی اگر یه جایی گفتم یارو اشتباه میکنه بعدش گفتم اینجا رو درست میگه، این چون بیسیک و پیش در واقع قضاوتش روی سیاه و سفیده فکر کرده من دارم اون گندیو که زدم رو جمع میکنم. فکر کرده مثلا من تو به خودم گفتم اوه اونجا دیگه خیلی ریدم بذار یکم اینجا مثلا جمعش کنم، در حالی که واقعا من فقط دارم قضاوت خاکستری میکنم. یعنی چی؟ یعنی اگر جایی طرفدار اشتباه، آقا مگه میشه کی کامله؟ من خودم پر از اشتباهم، پر از ایرادم، کی کامله؟ اگه بخوام توی بحث نشون بدم که برندم صرفا دارم خودم گول میزنم. شاید 4 نفری که اطلاعاتشون کمه تحت تاثیر قرار بگیرم، وای فلانی خیلی میفهمه، یارو خیلی باشوره، دیدی چجوری حرف زد. ولی امثال آدمایی که تو این موضوع آگاهنه که دیگه نمیتونی مثلا خر کنی یا مثلا بهشون بگی که آره اونا نگات میکنن میگن این چقدر ساده است. و واقعا هم همینه. یعنی واقعا من اصلا نمیدونم چی گفته، هی میگم بابا توهین کرده، خوشبختانه اصلا نمیدونم چی گفته و ولی خب اهمیت، یعنی بدون من فرقی نمیکنه. حالا مثلا اصلا گفته مادرش فلانه دیگه، تهش اینه دیگه. آقا امیرعزت گفته کوروش مادرش فلانه، خواهرش فلانه، دیگه این ته فوشه تو قاموس ایرانی. خب دیگه فوش داده دیگه. من الان چی میگم مثلا مادر خودت فلانه؟ من هیچ مشکلی با امیرعزت ندارم، ازش دلخور هستم، این ربط نداره به اینکه باهاش مشکل داشته باشم. من از امیرعزت دلخورم به خاطر برخوردی که با من به عنوان رفیقش داشت، به عنوان کسی که بهش زنگ میزد میگفت کوروش من میخوام فلان کارو کنم چیکار کنم، من گفتم این کارو بکن بهتره. انتظار داشتم به جای اینکه کانتنتش اولویتش باشه بیاد به من زنگ بزنه کوروش این قضیه رادیکال چجوریه، بخوای به منم توضیح بدی شاید من بتونم کمکت کنم،
منی که اون موقع واقعا استرس داشتم، خیلی استرس داشتم، بیام بگم آخ دمت گرم امیرعزت چقدر خوب که حرف زنگ زدی، آره داستان اینجوریه، و میشستم باهاش حرف میزدم، کلی هم لذت میبردم. گفتم اگه تو هم بخوای چیزی بگی بگو، راحت باش، من مشکل ندارم. نه اینکه بیاد مثلا صرفاً برای اینکه حالا خب یک موضوع جنجالیه بیاد بگه آره کوروش اینجوری کرده، من پول اونو دزدیده، پول اینو دزدیده. آقا من کسخلم بگه مثلا بیام دزدی کنم؟ بعد دوز کسی که میره دیگه پیداش نمیشه، من دزدم؟ مثلا اینو ناراحت میکنه دیگه، دلخور شدم ازش. و میدونید چرا اصلا دلخور شدم؟ یه چیز جالبتر بهتون میگم. امیر ایزد برای من بسیار پسر باهوشی بود. من تو استریمم قبل از اونم گفتم امیر ایزد پسر باهوشه و من دوست دارم. من اصلا قضاوتاشو دوست داشتم، با اینکه سیاه و سفید بود، من قضاوتاشو دوست داشتم. ولی وقتی اینجوری شد انگار یهو اون برج یا اون چیزی که از امیر ایزد ساختم یهو جلوم شکست، یهو خورد شد. گفتم ای بابا اینم که مثل همه است، یعنی اینم که فقط، یعنی اصلا انگار گفتم وای من چقدر مثلا راجبش اشتباه فکر می‌کردم. من حتی یادم یه کوچه ایزد داشتیم سر کوچه‌مون، ایزد، براش عکس فرستادم، گفتم کوچه ایزد امیر ایزد، گفتش آره چه جالب. مثلا یعنی ببینیم با هم رابطه داشتیم، هیچ انقدر نزدیک نبودیم، هیچ وقت نزدیک ندیدمش، همیشه براش ریسپکت قائل بودم، همیشه براش احترام قائل بودم، هنوز هم هستم. من اعتقاد دارم آدما، هیچ آدمی بد نیست، من یک خلافش ثابت بشه. هر آدمی اگر کاری میکنه، اگر حرفی میزنه، حتما یه فشاری روشه، حتما یه مشکلی داره. من تو زندگی امیر ایزد نیستم، شاید مشکل خانوادگی داره، مثال میزنم، شاید مثلا با باباش دعواش شده، مثلا شاید یه استرس داره، شاید یه فشار روانی روشه، شاید درگیر یه موضوع زندگی، موضوع مالیه. این آدم، همه ما تو دنیا، تو زندگی، تو خیابون داریم راه میریم، با آدم‌های روبرو میشیم که با فشارهای روانی مختلفی رو دارن. برای همینه مثلا تو خیابون یکی حرف میزنه، داد میزنه، یکی میگه زهر مار، مثلا ما میگیم یارو چقدر بیشوره، چقدر بیادبه، در حالی که نمیدونیم شاید اون یارو انقدر فشار روشه که اون لحظه تنها راهی که پیدا کرده خودشو خالی کنه این حرف تو بوده، یعنی فقط اونجوری تونسته خودشو خالی کنه، در حالی که تو مثلا نیم ساعت با اون آدم حرف بزنی چقدر آدم خوبیه، چقدر مثلا آدم دوست داشتنیه، چقدر پسر خوبیه. برای همین من با امیرعزت باور کنید هیچ مشکلی ندارم. من از علی بیگزموگ هم دلخورم، همونجا هم گفتم، ولی باهاش مشکل ندارم، بهش احترام میذارم. علی بیگزموگ، امیر ایزد، هر کسی، همه آدم‌ها تو زندگی مشکلات خودشونو دارن، در واقع شرایط خودشونو دارن، و من متاسفانه اگر دنبال اینید که من بیام بگم مثلا علی بیگزموگ اینجوریه، امیر ایزد غلط کرد این حرفو زد، امیر ایزد گو خورده فلان، ببخشید البته حالا مثال الان نگن آی گفت امیر ایزد گو خورده، کوروش گو خورده این حرفو زده، نه من این از این چیزا خبر نیست. من فقط اعتقاد به گفتمان این آدمای چیز هست، من اعتقاد به گفتمان دارم، ولی نه واقعا اعتقاد دارم اگر موضوعی هست باید با هم دیگه گفتگو کرد و مطمئنم حل میشه. یعنی من دلخوریمو میتونم به امیرعزت بگم، امیرعزت شاید یه حرفی بزنه و واقعا من اون دلخوریم از بین بره، ولی دلخوریم الان وجود داره، ولی خودشو آدم محترم میدونم. اشتباه، آره فهمیدم امیرعزت گفته که آقا اون داره دروغ میگه، اصلا اشتباهه که من مثلا الان بیا مثلا من الان خودمو میذارم جای امیرعزت، به نظرم امیرعزت حق داره، امیرعزت حق داره ناراحت بشه. امیرعزت نمیدونه که من تو ذهنم چی میگذره، میگه امیرعزت سیاه و سفیده، اون نمیدونه من خاکستریم. بنابراین اون بازخورد امیرعزت این بوده که این داره دفاع میکنه. نه واقعا اگر این توضیح من کمکی میکنه آقای امیر ایزد دوست موزگنگی، اگر من گفتم علی بیگزموگ داره اون حرفو میزنه چرت گفته، منظور این بود که علی بیگزموگ داره قمپوز در میکنه. به نظر من علی بیگزموگ پشت این حرفا میاد صرفا، من احساس میکنم علی هم نه توهینی دارم بهش میکنم، نه من میگم علی همین حرفا رو به خاطر محتواش میزنه. حالا اگر واقعا زده تو گوشش، اگر واقعا علی آدمیه که زده باشه تو گوشی نفر، من خودم اولین نفر آنفالوش میکنم، تموم شد و رفت. چون آدمی که این کارو کرده به نظر من اصلا کار درستی نیست و کار جذاب و هیچ کاری نیست که بخوای بهش افتخار کنی. با اینکه خود من اصلا از اون کامیونیتی و اینا چون میدونم ساخته یک چپن و بچه‌ها همه میدونن من با چپ چقدر مشکل دارم، به شدت از چپ و فرهنگ چپ بدم میاد و میدونم نصف این چیزا پشت سر اوناست، ولی میدونم که نباید بری بزنی تو گوشه یه نفر صرفا به خاطر اون گرایشی که داره دیگه. حالا چیکار می‌خوام بکنی؟ برم بزنم تو گوشش چه اتفاقی میفته؟ هیچ فرقی نداره. مثل اینی که من برم بزنم تو گوشه زن چادری بگم من از حجاب بدم میاد، تموم شده رفت. مثل اینه که من فردا برم بزنم در گوشه یه چه میدونم
یا آدمی بگم آقا من از شلوار جین بدم میاد، تو چرا شلوار جین پوشیدی؟ یا اگه خیلی نزدیکتر بخوام بهش بگم همون بحث حجاب دیگه، انگار برم بزنم یکی دیگه، یا برعکسش برم بزنم در گوش بی حجاب بگم تو گو میخوری بیا. آقا شما میگید میام میزنن تو گوش بی حجاب، چرا این کارو میکنن؟ خب الان کاری که تو هم میکنی همونه دیگه. به هر حال من بیسم بر این بود، در واقع بازخورد و قضاوتم بر این پایه بود که علی داره چرت و پرت میگه. حالا اگر شما آقای امیرایزد اعتقاد داری که واقعا این اتفاق افتاده و بلوف نیست و این آقا واقعا زده، من از شما عذرخواهی میکنم، من نمیدونم و واقعا متاسفم که زده و خیلی ناراحتم، ولی اینا همه زمانی که من واقعا بهم ثابت بشه که زده. همیشه من میگم اصل بر خوب بودن آدمه مگه اینکه خلافش ثابت بشه. خلاصه این موضوعی هم که در مجموع با امیرایزد و علی بیگ اسموک اتفاق افتاده بود، من اگه هر چی میگفتم بر پایه اینا بود. من دنبال این نبودم، میگم من دنبال برنده بودن نبودم، مثلا بیام بگم امیرایزد درست میگه این اشتباه میکنه، سیاه و سفید قضاوت نکردم، این داره کسچه میگه اون. من اومدم خاکستری داشتم حرف میزنم، یعنی یه جاهای اون داشت اشتباه میگفت، یه جاهای اون داشت اشتباه میگفت به ظن من. و الانم میگن امیرایزد به توهین کرده، به مخاطبات توهین کرده و فلان و بیسار. اشکال نداره، امیرایزد هم مدلش اینجوریه و خب شاید جوری دیگه بلد نیست یا شاید جوری دیگه دوست نداره، نمیدونم چیه، ولی من اونجوری نمیتونم. من نمیتونم مثلا بیانم به امیرایزد توهین کنم بگم فلان بیسار. من اعتقاد دارم اگر مشکلی هست میتونیم با هم گفتگو کنیم، اگر نه پس بهتره فراموشش کنیم و این بحث ادامه پیدا نکنه. فهمیدیم؟